اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على نبینا و حبیبنا و قدوة امرنا محمد صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. حمدهای زیاد پروردگار حق سبحانه و تعالی را و درود و صلواتهای بی‌پایان برای محمد آخر الزمان را که هر یک از ما و شمایان را در این روز سید الایام، در دومین جمعه مبارک ماه شریف رمضان، بعد ادا نمودن هشتمین روزهای عبادتی، هشتمین ساعتهای بخت و سعادتی و هشتمین روزهای قبول دعا و هشتمین شب‌هایی که مغفرت گناه هر یک از من و شما بود، خداوند باز بر این خانه پروردگار جل شأنه بر عبادت جمعه مبارکه نصیب دار نموده که پروردگار جل شأنه امروز برای بشریت اسلام بعد 1425 سال گذشت این روزه ماه شریف که زیاده از 1 میلیارد مسلمانان دعواگران شریعت محمدی که امروز روزه ماه مبارک شریف رمضان را گرفته ایستادند، که حقیقت یک نعمت بزرگ برای من و شما مؤمنها که خداوند حق سبحانه و تعالی از حکمت بزرگ روزه را این هم خداوند خود گفته است لعلکم تتقون. شاید که به شرافت ماه مبارک شریف رمضان من و شما مؤمنان نفسهای خود را پاک نموده باشیم تا که در صفت خود، در تمام رفتار خود از آن رفتار و کردارهای اهل تقوا، آن کسانی که خداوند جل شأنه نجات را برای آنها بسته است، من و شما هم نصیب دار شده باشیم. پروردگار جل شأنه در قرآن کریم بنابراین برای اهل ایمان ندا کرده میگوید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. پروردگار جل شأنه در این آیت بسیار هم کوتاه، در این ندای بسیار هم شفا بخش برای من و شما 3 فلسفه بزرگ را بیان میکند. یکی از آن یادرس میکند که این روزه گرفته شمایان بهترین روزه از بین بشریت است، زیرا که خداوند حق سبحانه و تعالی انسان را که خلق نبود و برای انسان روزه‌داری را فرض گردانید و فرقیت انسان از غیرش فقط در روزه‌داری دیده می شود. بنابراین همین هم خداوند حق سبحانه و تعالی بین من و شما و بین دیگر مخلوقات را در فرقیت اساسی روزه داشتن است، زیرا اینکه انسان روزه داشته بتواند اما حیوان روزه داشته نمیتواند، زیرا که انسان مقدس است، در نزد او طعام را در وقت روزه‌داری اش بگذاری. بالخصوص پروردگار جل شأنه همان ساعتی که در وقت افطاری روزه که من و شما داریم، این یک تعجبات پروردگاری و فخر خداوند حق سبحانه و تعالی را در نزد فرشتگان خود ثابت میکند، زیرا اینکه انسان روزه داشته میتواند. اگر در نزد حیوان طعام را بگذاری و آن را میخورد، زیرا که فرقیت بین انسان و حیوان در وقت طعام خوری در 3 چیز اساسی دیده می شود. یعنی یکمین آنی که ذکر نمودیم که انسان به سبب روزه داشتنش از حیوان فرق نموده است، یعنی آن انسانی که روزه داشته نمیتواند خود را از منزلت حیوان شاید که بلند حس نکند و شاید که در روز قیامت که وقتی پرسان می شود از حیوان هم پستر باشد، زیرا که خداوند جل شأنه انسان را به آن دوزخی که خوک
خر، خرس و دیگر حیوان ها را که نمی درآورد انسان را درآوردن به حقوق دارد. و بنابر ان همین پروردگار جل شأنه آن انسان هایی که از روزه سرکشی کرده بودند، آن انسان هایی که قدر حکمت روزه و فلسفه بزرگ آن را درک ننمودند، در صفت آنها در سوره نبأ در آخرش میگوید که یا لیتنی کنت ترابا، ان همین انسان خود را از حیوان هم پس دانسته میگفت است که ای پروردگارا، کاش که من حیوان می بودم، کاش که من هم مانند همین حیوان بر خاک مبدل می گشتم، کاش که به سبب روزه نداشتنم خداوند تو مرا بر عذاب دوزخ گرفتار نمی کردی، کاش که مرا به سبب روزه نداشتنم خداوند حق سبحانه و تعالی در این محشرگاه مرا شرمنده نمی کردی. گفته حتی انسان بدترین خود را در بین تمام مخلوق اثبات میکرده است و میگفته است که بله، این یکی از سرچشمه های اساسیه که انسان را از حیوان دیگر فرق کننده میتواند. و دومین آنه که خداوند جل شأنه من و شمایان را برای عبادت خلق کرده و طعام و خوردن و نوشیدن را یکی از قوه های سبب زنده ماندن من و شما خلق نموده است. چنانه که حسین واعظ کاشفی میفرماید انسان میخورد و مینوشد برای آنه که زنده ماند و اما حیوان زندگی دارد برای خوردن و نوشیدن. اما آن کسانی که تمام حیات خود را برای درک نمودن نان و مال، برای درک نمودن پول و این مال دنیا که صرف میکنند، یعنی معنای آن را اثبات میکنند که آنها هم خداوند برای خوردن خلق کرده است و برای نوشیدن خلق کرده است. و بنابراین همین فلسفه بزرگ پروردگاری خداوند برای من و شما روزه را داشت تا که حقیقی اثبات بکنیم که ما انسان هستیم و برای خوردن و پوشیدن خلق نشدیم، بلکه پوشیدن و خوردن برای عمر ما را زیاده نبودند، بلکه خوردن و آشامیدن من و شما برای قوه آن را به عبادت پروردگار جل شأنه صرف نمودند، بلکه خوردن و نوشیدن من و شما برای را رسیدن و رضایت پروردگار جل شأنه است. بنابراین همین انسانی که روزه بدارد، انسانی که طعام را میخورد و با قوه آن نماز تراویح و با قوه آن ذکر، با قوه آن قرآن، با قوه آن خدمت بر دین مبین اسلام، با قوه آن برای کسب نمودن رزق حلال خود صرف میکند، انا همان وقت خوردن و نوشیدن او هم عبادت میگردد. بنابراین گردانید یعنی خداوند حق سبحانه و تعالی در بین بشریت اثبات نمودنی است، تا که اثبات میکند که من و شما بندگان خدا هستیم، تا که اثبات میکند که خداوند حق سبحانه و تعالی مایان را از بین دیگر مخلوقها مخلوق عاقل، مخلوقی که فراست دارد، مخلوقی که خداوند جل شأنه روز قیامت او را میپرسد، مخلوقی که خداوند حق سبحانه و تعالی برای هر یک از من و شما جنت یا دوزخ را خود وعده داده است. بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم برای بشریت روزه را فرض گردانید و این هم از نعمت‌های بزرگ الهی است که خداوند حق سبحانه و تعالی هر یک از من و شمایان را امروز نصیبه بر آن داشته است که در این ماه مبارک شریف رمضان برای خود روزه داشته باشیم. و پروردگار جل که از من و شما روزه ماه شریف رمضان را به این حکمت بزرگ خود قید نموده است. و باید که در جمله دیگر یادرس باشیم که خداوند در این آیت کریمه میگوید که ایام معدودات، و این روزه هایی که شما هست این روزه های بسیار هم بشمار. حکمت پروردگار جل شأنه این ترمینی ایام معدودات، روزهای بشمار را برای آن ذکر نمود تا که مؤمن را در این حادثه، در این روز بسیار هم پرشرف یادرس بکند. حقیقت تصور برای خود پیدا بکنیم. امروز الکی 8مین روزه من و شما گذشته ایستاده است. امروز الکی 9مین شب تراویح من و شما گذشت و به 10مین شب من و شما بر تراویح حضور می آریم. الکی 8 سحری از برای من و شما گذشت. معنای این است که الکی این هم تیز می گذرد. روز این که 29 ماه شریف رمضان می شود و انسان ها خود به خود بگویند که رمضان بسیار هم تیز گذشت. ولکن باید که من و شما همچون مؤمن انا همین سخن پروردگار جل شأنه که در قطار ضمن آیت های روزه آمده است که میگوید ایام معدودات، ای بنده مؤمن، ای عاقل،
ای مسلمانی که خداوند حق سبحانه و تعالی سال 1425 هجرت تو را بر ماه مبارک شریف رمضان رساند، یادرس باش، تفکر بکن و بدان که این روزها بسیار هم قیمت است و بسیار هم بشمار است. پروردگار جل شأنه در بین این تالها 30 روز را برای من و شما داده است. 30 روز است که خداوند جل شأنه این را از دیگر زمانها مقدس تر دانست و در این 30 روز عبادت من و شما 10 و زیاده عملها را قصد میکند. بنابراین فقهای اسلام میفرمایند خیرات انسان در رمضان، زکات برآوردن انسان در رمضان، نیکویی نمودن انسان در رمضان، سر یتیم را صله کردن انسان در رمضان از غیر رمضان ها فرقیت بزرگ دارد. معنای این است که تا که بنده مؤمن، تا که این جوانانی که امروز در این مسجد هستند به خود یک سوال بکنند که آیا من در ماه رمضان در غیر رمضان یک هستم؟ آیا در این 8 روز رمضان برای اخلاق من فرقیت پیدا شد؟ آیا این ماهش 8 روز گذشته رمضان مبارک تأثیرات برای خود گرفته باشم؟ یعنی در رمضان هم من قرآن نمی خوندم، امروز هم همین گونه هستم. در رمضان هم من نماز را در مسجد نمی برآمدم، امروز در غیر رمضان هم نمی برایم. در رمضان هم من بالای غضبم حقارت می کردم و در غیر رمضان هم در بالای غضب حقارت کردم. یعنی روزه داشتن من و شما فقط نخوردن و نوشیدن است؟ روزه نداشتن من و شما فقط در تراویح خواندن است؟ آیا با همین شخصیت، با همین رفتاری که انسان فقط نخورد و ننوشد، آیا به فلسفه بزرگ و آن ثوابی که خداوند جل شأنه برای اهل ایمان وعده داده است برسد؟ آیا او به سبب آنکه لعلکم تتقون میرسد؟ خداوند حق سبحانه و تعالی نگفت که تمام روزه دار نفس خود را از آتش دوزخ نگه داشته بتواند، بلکه خداوند با یک کلمه بسیار هم فلسفیش بزرگ، بسیار هم معنایش شکور ذکر نموده میگوید که لعلکم تتقون، شاید که به سبب روزه شما نجات یافته باشید. یعنی همه روزه دار، همه آن کسانی که نمیخورند و نمی نوشند، همه آن کسانی که شب به تراویح بمیروند از فضل بزرگ روزه باخبر نیستند، بلکه خداوند گفت است که لعلکم تتقون، شاید که شما به سبب ان همین روزه تقوا را به خود کسب نموده باشید، شاید که من و شما هنگام روزه دار بودن زبان خود را نگه داشته باشیم، شاید که من و شما به سبب روزه دار بودن در سبیل ماه مبارک شریف رمضان قرآن را ختم نموده باشیم، شاید که من و شما به سبب ان همین روزه ماه مبارک شریف رمضان توانیم که سیگارت میکشیدگی ها سیگارت را ترک کرده تانیم، ناسکش ها به شرافت این ماه مبارک ناس را ترک کرده تانیم، آن کسانی که به حقارت و دشنام، آن کسانی که به سخنهای غیبت و نمیمه آواره بودیم، خود را توانیم که در این ماه مبارک شریف رمضان از غیبت و از نمیمه و از دیگر سخنهای نالایق زبان خود را محافظت کرده باشیم. بنابر ان همین اگر انسان زبان خود را، رفتار خود را، اخلاق خود را، تمام نمونه خود را در رمضان دیگر کرده باشد، پس بگوید که بله شاید که من از جمله تقواکاران، شاید که من از جمله نجات یافتگان از آتش دوزخ باشم. بنابراین پروردگار جل شأنه در آیت کریمه ندا برای من و شما کرد یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنها. این خطاب برای تمام بشریت نه، فقط برای آن کسانی که به وحدانیت خداوند حق سبحانه و تعالی و به محمد مصطفی علیه السلام که ایمان آورده‌اند، برای آنها خداوند حق سبحانه و تعالی این را فرض گردانید تا که ما دانیم که این ایام معدودات، این روزه بسیار هم به شمار است، 8 روز آن گذشت و آن را دیگر پیدا کرده نمی شود و بالا هم غنیمت است که برای من و شما 22 روز باقی مانده است. یعنی 22 سحریه هست که در وقت سحری میخیدیم، 22 سحریه هست که من و شما در دل شب میخیدیم، در دیگر غیر رمضان در دل شب خسته نمیتوانیم. آیا این 22 سحری باقی مانده را از این ساعت قصد میکنیم که هر شب غیر تراویح وقت سحر خسته نما 4 رکعت نماز تهجد خوانیم تا که در همین شب آرامی که خداوند دل من و شمایان را میشنود انا همین را فرصت غنیمت داشته باشیم. 28 شب افطاری برای من و شما باقی مانده است، آن نعمتی که برای من و شما تمام گوناگون نعمت ها از میوه ها و از خوشی ها و شیرینی هایی که گذاشته است، یک تفکر در همینجا 5 دقیقه بکنیم که امروز این نعمت، این استقلالیت، این بزرگی، این برکات، این آزادی برای کی است؟ برای من و شما خوجندیان است، برای من و شما تاجیکان است که خداوند این نعمت را داده است.